دوستان سلام. امروز میخوام طرز تهیه سیرقلیه خوشمزه گیلانی ها رو بهتون آموزش بدم که مطمئنم عاشقش میشین. اول از شب قبل لپه هامون رو خیس میکنیم و توی این مدت یه چند باری هم آبش رو عوض میکنیم. حالا مرغمون رو با نمک و فلفل سیاه و زردچوبه طعمدار میکنیم. البته میتونید از ادویه های دیگه ای هم استفاده کنین، میتونید روغن زیتون بهش بزنین، زعفرون اضافه کنین، ولی همین سه تا ادویه کفایت میکنه و گیلانی ها نمک و فلفل و زردچوبه بهش میزنن. بعد دور تا دور مرغامون رو به این صورت به ادویه آغشته میکنیم تا خوب طعمدار بشه. حالا اگه وقت ندارین یا خدای نکرده حوصله ندارین، میتونین این 1 ساعت مزه‌دار شدن مرغ رو در نظر نگیرید، ولی خب اگه این کارو بکنید مرغا خیلی خوشمزه تر میشه. میتونید از زعفرون یا روغن زیتون هم استفاده کنید، اونم خیلی روی طعم بهتر مرغ تاثیر میذاره، ولی خب الزامی نیست. بعد از اینکه همه جای مرغ ها رو این شکلی به ادویه آغشته کردیم، یه درپوش میذاریم روش و میذاریمش توی یخچال 1 ساعت استراحت کنه. حالا روغن رو میریزیم توی قابلمه و مرغام رو میچینیم توش تا خوب سرخ بشن. مقدار سرخ کردن مرغ هم به خودتون بستگی داره، حالا هرچی بیشتر سرخ بشه خوشمزه تر میشه. ما به 2 دلیل مرغ رو سرخ میکنیم، یکی این که وقتی که میخواد بپزه توی خورش وا نره، و دومیش این که خوشمزه تر بشه. وقتی که مرغامون سرخ شدن، من این مقدار مرغامو سرخ میکنم. وقتی سرخ شدن مرغا رو از توی روغن در میاریم، روغنش رو کم میکنیم و لپه هایی رو که خیس کرده بودیم میریزیم توی روغن و حدوداً 1 الی نهایتاً 2 دقیقه لپه ها رو تفت میدیم. حالا لپه رو اگه زیادی تفت بدیم سفت میشه و توی خورش نمیپزه. 1-2 دقیقه کفایت میکنه. بعد از تفت دادن لپه ها آب جوش بهش اضافه میکنیم. حالا چرا آب جوش؟ برای اینکه مرغامون داغن و اگه آب سرد بهشون اضافه بشه این سردی و گرمی باعث میشه که مرغمون سفت بشه. درش رو میذاریم 1/2 ساعت بپزه. توی این مدت باید برگ سیرامون رو خوب خورد کنیم. چقدر خورد کنیم؟ هم میتونید ریز خوردش کنیم، هم مثل من یه ذره درشت، فرقی نمیکنه، هر کس به یه مدل درست میکنه. وقتی برگ سیرامون به این صورت خورد شدن باید توی مایتاب روغن بریزیم و برگ سیرامون رو سرخ کنیم. حالا چقدر برگ سیرامون رو سرخ کنیم؟ حدوداً 10 الی 12 دقیقه کفایت میکنه. اون قدری که آب برگ سیر کشیده بشه و یه مقدار سرخ بشه، قرار نیست بسوزه، همین که سرخ بشه کافیه. 10 الی 12 دقیقه. عطر برگ سیر تمام فضای خونتون رو پر میکنه. پیشنهاد میکنم حتما این غذا رو امتحان کنید، فوق‌العاده است. بعد از حدود 11 دقیقه یکم زردچوبه بهش اضافه میکنیم و 1 دقیقه هم با زردچوبه تفتش میدیم. خیلی توی این مرحله تخم مرغ رو میشونن توی برگ سیر رو با برگ سیر سرخش میکنن، ولی من این کارو نمیکنم. حالا میریم سر وقت مرغ هامون که حدوداً 45 دقیقه پختن. برگ سیرایی که سرخ کرده بودیم رو بهش اضافه میکنیم و برگ سیرا هم باید توی خورش حدوداً 1/2 ساعت بپزن. آب خورش باید کاملاً کشیده بشه. به این صورت موادمون رو با هم مخلوط میکنیم و حالا درش رو میذاریم تا حدوداً 1 رو 20 دقیقه بپزه. بعد از این مدت نوبت اضافه کردن چاشنی به خورشته که من پیشنهاد میکنم از آب نارنج استفاده کنین اگه بهش دسترسی دارین، ولی خیلی ها از آب بوره هم استفاده میکنن و با اون هم خیلی خوشمزه میشه. بعد از اینکه آب نارنج رو به خورشتمون اضافه کردیم باز درش رو میذاریم تا حدوداً 1 ربع دیگه خورشتمون بپزه و آبش کشیده بشه. و بعد از این مدت اگه گفتین نوبت اضافه کردن چیه؟ بله، نوبت اضافه کردن تخم مرغ. 2 تا تخم مرغ هم میشکنیم توش و با بستن تخم مرغ ها و کم شدن آب خورشت سیرقلیه خوشمزه ما حاضره. نگم براتون از عطر و طعم فوق‌العاده این غذا، مطمئنم که عاشقش میشین. حتما درستش کنین و امتحانش کنین، عالیه. جاتون خالی. و بهشت زیر دست آشپز هاست و بس نوش جانت.